سلام، اینجا تکنولوژی بریونه. یه سری برنامه جدید که قراره با هم تکنولوژی رو اینجوری بریون کنیم، جذاب، باحال، میخوایم رستشون کنیم. میخوایم با چی شروع کنیم؟ اول بهتون معرفی کنم. تو برنامه تکنولوژی بریون 2 نفر همراه منن، امیر، محمد. این 2 نفر دیگه خفنان و بچه ناف سیلیکون ولی هن. اینجا نشستن، میخوایم بهتر کنیم فضایی. با چی میخوایم شروع کنیم؟ با مایکروسافت که اکثرا با ویندوز میشناسیمش. خب من تریپ عادل فردوسی پوریتور دعوا رو میندازم. خب شروع میکنیم با امیر. این ویندوز چرا یه جوریه؟ والا چرا یه جوری نیست، چند جوریه. چند جوره و خیلی جا ما باش مشکل پیدا کردیم سر این آپدیت هایی که هر ساعت هر دقیقه عرضه میکنه. جالبه بهشون میگی آقا بیاین آپدیت ها رو ببندیم، خیلی‌ها گارد میگیرن. توی پیج خودمون گفته بودیم خب گارد میگن چرا میخوای آپدیت ها رو ببندی؟ بابا آخه چیه؟ شب میخوابی یعنی آپدیت کنی چیز میشه، به هم میریزه. ببین خوبه، آپدیت ها خیلی خوبه، ولی هر زمانی نباید اتفاق بیفته. یعنی اینش خیلی بده. خب من یه نکته اضافه کنم. جلسه داری یا سیستم رو روشن می‌کنی یا میره تو آپدیت، خاموش می‌کنی آپدیت درستش. فرت. خب حالا من این نکته اضافه کنم در ادامه صحبت محمد. به نظرم مایکروسافت، چون ما چند نوع ورژن ویندوز داریم، یعنی آره چند با ورژن مثلا ویندوز 10 و 11 یه کدی انتهاش داره. خب مثلا برای ورژن 22 فلان کد رو عرضه میکنه. به نظرم به جای اینکه آقا هر آپدیتی روی همه نسخه ها بخواد انجام بشه، شما بگو این آپدیت رو این نسخه انجام بدی بهتره، کند نمیشه، سنگین نیست. چه کاریه؟ مثل اندروید بذار آقا هر چند وقتی بگو آقا الان من آپدیت بدم، هر وقت خواستی بزن این لامصب. بابا اون اندروید اسمش نیار، اندروید خودش جرثومه فساده، انقدر مشکل داره اندروید. آپدیتش مشکل نداری دیگه، مثلا هر 6 ماه میذاری. درست، کاملا. آقا موافقیم بریم شروع کنیم بعدیاشو بگیم؟ بریم بعدیاشو، بریم رو ترکوندنش. اولین چیزی که واقعا رو مخه، یعنی واقعا رو مخه، هر کاربری هم مطمئنم یه بار رو مخش بوده، این همین که راست کلیک می‌کنی مور آپشن میاد. آخه این چیه؟ رو ویندوز 11 رو داریم. ویندوز 11 آخه این چیه واقعا اضافه یعنی مثلا ویندوز 11 دیگه. آره. خب مثلا ویندوز 11 مگه من یه سوال دارم از شما، مگه برای کسایی نیستش که بیشتر، خب میدونم افراد عمومی هم استفاده میکنن، ولی بیشتر برای کسایی که کارشون کامپیوتره و این داستانا، خب تو چرا اینقدر سختش کردی؟ اصلا بحث سخت کردن نه، ببین کل دنیا الان داره میره سمت این که هر چیزی ها که سرعت بره بالا، همه سرعتن. چرا تو میای ما رو کند میکنی؟ راست کلیک کنی مور آپشن، حالا راهکار دارن، شیفت رو بگی راست کلیک کن. خب خسته میشم من بخوام شیفت بگیرم. خب وقتی داشت مثل آدم کار میکرد واقعا مریضی هم شده. آره بعد یه انتقاد دیگه بکنم از مایکروسافت سر همین ویندوز 11. خیلی‌ها بهترین نسخه ویندوز رو نسخه ویندوز 7 میدونن، چون خیلی راحت جمع و جور. مثلا کنسول پرینترها رو بخوای باز کنی، خب خیلی راحت جمع و جور میخوای به کنسول پرینترها بری، هر جا بری خیلی شسته رفته. ولی ویندوز 10 اومد فشردهش کرد، ویندوز 11 از اونم فشرده ترش کرد. یعنی مایی که کارمون اینه مثلا طرف زنگ میزنه میخواد مثلا چند تا پرینتر رو نصب کنه، اول 2 تا فوش نثارشون میکنیم، ببخشید من اینجوری میگم عوامل مایکروسافت ببخشید، بعد حالا ادامه ماجرا. آخه چرا واقعا؟ حالا محمد هم تو کار بوده، بیشتر آشنا هست با این مسئله. من واقعا ببین یه جایی اصلا نیاز نیست اینقدر آپدیت بدی به خدا. چرا اینقدر آپدیت میدی ها؟ با تو هم آقای بیل گیتس چرا اینقدر؟ بیل گیتس نیست. خب من خیلی اطلاعاتم نیاز به آپدیت داره. الان رئیسش کیه؟ ساتیا نادلا. آقای نادلا قربونت برم، یکم از آقای بیل گیتس یاد بگیر. چرا موهای افشون و خوشگلی هم خیلی پرپشت موهاش، درسته؟ اصلا مو نداره. کچل ای کله کچله همون بدبختمون کرده دیگه. میدونی که کچلا کلا کچلا تو بدبخت کردن عادت خوبی دارن. اتفاقا میگن خوش شانسن که کچلا. آره والا اون کچلی که ما تو ذهنمونه که خیلی خوش شانسه. خب ولی حالا یه محمد یکیشو گفت، یکیشو تو بگو. ببین خب یکیش بحث همین کنسولای مختلفیه که مثلا شما میخوای پرینتر نصب کنی باید یه جایی به خصوصی بری، و اینکه اومد فرق 11 و 10 اینه که خیلی اومد گرافیکیش کرد.
خب ویندوز 10 پیچیده تر بود تنظیمات، یعنی با اینکه توی ویندوز 7 شما با یک کلیک اون تنظیمات رو باز می‌کردی، خب. ویندوز 10 با 2 تا کلیک میشد، ویندوز 11 حالا با 4 تا کلیکه. یعنی تو میگی هی اومده سخت‌ترش کرده. خیلی فشرده کرده. ساده رو بگم آقا، با دیوایس هم پرینتر چه مشکلی داری واقعا؟ آقا تو ویندوز 7 استارت رو میزدی، همون بغل بود میزدی باز میکردی پرینتر نصب میکردی میره. تموم شد رفت. ویندوز 3 اومدی اونو برداشتی، یا باید بری تو کنترل پنل یا باید رانو باز میکردی، حالا میزدی کنترل پرینترز می آورد، اونم قبول آقا قبول. اونم آپدیت داد زد. برداشت. حالا کجا باید پیداش کنی؟ مشکل چیه؟ اول باید خلوص نیت داشته باشی. آره ذات مهمه وگرنه باز نیت نمیشه. مهمه. خب نمیدونم واقعا یعنی چرا. ببین من احساس میکنم که این چی دیوایس بود، دیوایس هم پرینتر دیوایس هم پرینتر کنترل مثل پنل. ناموس مایکروسافت میمونه، هی دوست داره از دست بیگانگان مخفیش کنه. میدونی به این داره فکر میکنه که خب کاربر عادی زیاد ازش استفاده نمیکنه، پس بیام حالا مثلا بیا جا دیگه باشه، چرا بذاریمش داره؟ ولی بابا ما بدبخت بشیم. آقا اصلا خصلت تکنولوژی اینه که کار رو برات سهولتش رو ببره بالا، آسونش بکنه. خب چرا الان شما خود الان بخوای ویندوز 11 نصب بکنی حالت عادی نمیتونی انجام بدی؟ چرا؟ چون یه سری پیش نیازا گذاشته، رم 8 SSD باید داشته باشه و همه اینا رو قبل اینکه شما نصب بکنی ازت میخواد. حالا از اونجایی که ما تو ایران زندگی میکنیم و پول به چیزای اورجینال نمیدیم، حالا یه سری راه فرار داره که این کار بکنه، ولی حالت عادی شما روی هر ویندوز نمیتونی، روی هر سیستمی نمیتونی ویندوز رو نصب کنی. من 200 گیگ فایلمو به خاطر همین مطلبی که تو گفتی از دست دادم. پارتیشن منیمو اشتباه پاک کردم. لعنت بهت مایکروسافت. یه موضوع دیگه‌ای که بخوام راجعش صحبت کنیم، این شوافی که کرد، تبلیغی که کرد برای ویندوز 11 یادتونه؟ داشت میومد کل دنیا داشت میگفت آخ این ویندوز 11 بیاد، ما نرم‌افزار اندروید رو با 2 تا کلیک باز میکنیم. چقدر شواف که چقدر قبل اصلا مگه شعار تبلیغاتش همین نبود؟ اصلا مایکروسافت قرار بود تا 10 تا 15 سال آینده یا حتی BSR میگن 20 سال هیچ ویندوز دیگه ارائه نده. گفت انقدر کامل ویندوز 10 که دیگه اصلا من نیازی نمیبینم. ولی بعد از 2-3 سال دیدیم که خبراش اومد و آخرام با این همه مشکلات. یعنی گفته بود ویندوز نمیده؟ یعنی گفت چون نسخه کاملا تکمیلیه و ما هیچ ایرادی نمیتونیم ازش بگیریم تا 20 سال آینده همه نیازها رو برطرف. کاش نمیداد. ویندوز 11 چیکار کردی؟ اومدی این همه تبلیغ کردی آقا من نمیدونم نرم‌افزار اندروید رو باز می‌کنی فلان می‌کنی، آپدیت کردیم، یعنی ویندوز 11 رو نصب کردیم، نه اصلا میشد این کار میشد، بعد هزار تا کار انجام بدی، بعد با کلی باگ و اینا میتونستی یه برنامه. خب محمد تو ویندوز قبلی‌ها هم تو میتونستی برنامه‌های اندرویدی رو ران کنی، ولی با یه واسطه نرم افزار واسطه. آفرین. تو اومدی تبلیغ کردی گفتی من این واسطه ها رو حذف می‌کنم. خب چرا نکردی؟ الانم ببخشید ریدی برادر. پیش ما گفت کنکله. خودش یعنی گفت کنسل؟ خودش اعلام کرد؟ من نمیدونم. یعنی دیگه شما حاجی ممکنه آزمون خطایی بوده باشه؟ خب تو مایکروسافت آزمون خطا تو ببر یه جا دیگه. آزمون خطا اینجوری نداریم که. ببین یه وقتی تو میگی آزمون خطا که یه کاریو میای انجام میدی، تست میکنی، باگاشو میگیری، بهترش میکنی، نگی یا بیای کنسلش کنی. خب قطعا یه سودی داشته، یه برنامه پشتش بوده. ببین واقعا باید برنامه‌شو میگفته. برنامه‌اش به نظر من همون مارکتینگ و اون تبلیغ و شوافش بود واقعا. خیلی بابا مگه ملت مچل مایکروسافتن یه ملتی؟ من قشنگ یادمه همه داشتن میگفتن ویندوز 11 میاد راحت با یک کلیک برنامه‌های اندروید باز می‌کنیم، هم بازی‌ها رو می‌ریزیم، گیمرها که اصلا خوشحال بودن. حاجی بعد انگار کند بودنش شاید من سیستمم ضعیفه. آره اولین چیزی که ما میریم سمت سخت افزار. شما که به سخت افزار ارادت خاصی داری آقای همه چیز امیر خان. من نمیدونم واقعا آقا مگه توی نشیمنگاهش متزلزل نشیمنگاهش چرا؟ آخه چرا باید آپدیت بدی واقعا؟ بچه‌ها الکی آخه اصلا دلیلی نداره، میدونی باید اگر یه حرکت خفنی بزنی. البته یه پرانتز من باز کنم، حرف محمد درسته، ولی چون ما دو نوع آپدیت داریم، یه دونه کریتیکال آپدیت که آپدیت های امنیتیه. اون که عادیه. خب من یاد سخت افزار سیستمت میافتم خندم خیلی یه ذره حجم چیز بودنش رفت. ولی خب در کل دو نوع آپدیت، یه دونه برای خود ویندوز، یه دونه هم امنیتیه. اونا رو ما نمیگیم که انجام نشه، اونا باید انجام بشه، مخصوصا توی سازمان‌ها، درست که این باگا فیکس بشه، نتونن نفوذ پیدا بکنن.
بابا خیلی اونا منظورمون اونا نیست، ولی این آپدیت های پشت سر هم خب یه جایی کلافه میکنه آدمو. 24 رو آپدیت دیگه، بعد میگه که به هیچ وجه سیستمتون رو خاموش تو نکنید. واقعا تاثیر هوش مصنوعی تو ویندوز 11 دیدی اصلا؟ من خودم حقیقت زیاد منظور کوپایلوت، ای کوپایلوت من زیاد باش کار نکردم. خیلی داشت به نظر من تبلیغاتشو واقعا جدیدن خیلی بولد میکنه، یه چیز الکی. یعنی خب همه درگیر همه مارکتینگ داشت شدن. معرفی میکرد که من نمیدونم تو پینتم دارم هوش مصنوعی میارم، مثلا فقط در حد خبر بود، ما هیچ خبره فقط. تغییری ببینید نداره. همون دقیقا فقط جذب میکنه. خب مارکتینگ اصلا نیاز شده. داره واقعا هنوز مایکروسافت؟ تو که انقدر بزرگی دیگه اصلا نیاز بیای دروغ با کی داری رقابت میکنی؟ خب نه ببین، مایکروسافت به هر حال چون میدونی که یه حالتی داره، مایکروسافت اصلا اجازه نمیده کسی میدون بگیره. آره، میدونی چی دقیقاً. میگم؟ و برای این کارش مجبور تبلیغات کنه و تبلیغات هم گاهی اوقات حرف کثیفه. درست امیر، ولی به نقطه‌ای نرسه که طرفدارات ازت ناامید بشن. آقا شما وقتی یه قولی میدی، یه هزینه‌ای میکنی، به قول آل محمد اون اندرویده، خب یه سری روش حساب میکنن، شاید هم مثلا بخوان در آینده کار بکنن با اون. وقتی یه دفعه همچین چیزی تکذیب میشه، خب یه چجوری بگم، فحش وای به میدن. خوبی نداره. حالا اصلا به فحش ما که بیشتر از فحشه الان که برام. واقعا خیلی اصلا دیگه او اس نمیدونن ویندوز 11، همه یا دارن اون حرفه‌ای یا دارن از ویندوز 10 استفاده میکنن. خیلی اتفاقا همینو میخواستم بگم. من خیلی ها اصلا ویندوز 11 رو نصب نمیکنن، یعنی هنوز رو تنن. دقیقاً دیگه همین. یعنی تو موفق نبودی دیگه، موفق نبودی. تو خراب کردی. این ظاهرش خوبه، خب ببین، ولی تو داری برای چی این کارو میکنی؟ میدونی یه وقتی از تو مثلا آره، چون فقط روی ویندوزهای معمولی و کاربرای عادی که نیست که، مثلا همین چیزی که آخرین بار که داغون شده بود همه بلو اسکرین گرفته بودن. آره، چون این همه جا داره چه ویندوز گندی زد، استفاده چه می‌کنه. کل کافی دنیا رو داد. تعطیل کردن. اینجوری فرودگاه رو نشون میداد همه بلو اسکرین بود. تمام ببین، برای پروازا اونا شاید قشنگ باشه، اینو میخوام بگم. توی فرودگاه مثلا تو اونجا میبینی شاید ویندوز 11 ویندوز 10 قشنگتر باشه ظاهرش. خب ولی تو برای کی باید حساب کنی دیگه، داری برای کجا آپدیت میدی؟ ولی حالا به نظرم از این زاویه بهش نگاه کنید. به نظرم خود مایکروسافت، حالا یه فرضیه است، خودش اومد این باگ رو انجام داد که به نظرم اون قدرت طلبیه رو یه جوری به رخ بکشه که آقا اگر همچین اتفاقی بیفته کل دنیا مختل میشه. این که 100% میتونه باشه، واقعا هم هست دیگه. احتمال داره دیگه. به هر حال ممکنه که بخواد بیاد بگه سیاست‌های کد خودشون تنکیه، کد تنکیه، ولی ما هم به عنوان کاربران میگیم کد تنکیه. آقا ولی خدایی آپدیت بیاید می‌کنی. نظری دارید راجع به مایکروسافت حتما بگید به ما. میخوام ببینم نظر بقیه چجوریه واقعا. آره واقعا. کسی که حرفه‌ای دارید کار می‌کنید، حالا اصلا کاربرای عادی، بیاید نظرتون رو بگید، بعدیاشو ما بگید تو برنامه بعدی این راجعش صحبت. زیر بنویسید برامون که مایکروسافت چه نکات بد دیگه ای توی ویندوز 11 یا کلا کاراش داشته. حالا ما اینجا بیشتر به ویندوزاش پرداختیم. بنویسید. ویندوز محبوب منم ویندوز 7. خیلی ویندوز 7 رو دوستش دارم، مخصوصا اون عکس بک‌گراندش. خب حیف دیگه، الان خیلی از آپدیت‌ها نداریم. نمیگیره. خب خیلی قدیمیه آره، ولی خیلی دوستش دو دارم سالی من به عنوان هست. یک کاربر. منصور. اما شما نظراتتون رو برامون بنویسید، سابسکرایب کنید، همچنین برید پیج آیتی منشو رو نگاه کنید، به خاطر اینکه کلی حل مشکل و نکات کامپیوتری و مختلف و بچه‌ها در اختیارتون گذاشتن. این زیر نظراتتون رو بنویسید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، مراقب خودتون باشید. فعلا